میکنم خدمت همه دوستای تریدر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. رو چارت یورو یو اس دی هستم، اومدم با یه تحلیل روی این چارت و در تایم فریم هفتگی هستم. خب من یه اف وی جی تو تایم فریم هفتگی من اینجا مشخص کردم که قیمت اومده به این ناحیه برخورد کرده و در 2 هفته گذشته برخورد کرده و برگشته به سمت پایین، واکنش خودش رو نشون داده. ولی کندیلی که هفته گذشته بسته شده کندیلی نبوده که جهت رو خوب نشون بده به ما، یعنی درون کندیل 2 هفته قبل بسته شده. تو تایم هفتگی خیلی ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این جهت این ارز به کدوم سمت و سوه. ولی خب روند اصلی که نزولیه و اینجا افیجی ماهانه ما داشتیم که ماه گذشته واکنشش رو نشون داده و حالا باید ببینیم که این هفته بازار با اینکه 2 هفته مونده به کریسمس و نوسان بازارم زیاده، تقریبا این هفته هم هفته پرخبری ما داریم، ببینیم که به کدوم سمت میره. و در تایم روزانم اگر بخوایم ببینیم فکر کنم بهتر مشخصه یه تریدینگ رنج قرار داره که این سقف تریدینگ رنجه و این کفشه و قیمت درون این تریدینگ رنج فعلا قرار داره و هنوز معلوم نیست، فعلا هیچ پیدی ما نداریم تو این چارت که ببینیم که بازار به کدوم سمت خواهد رفت، چون هنوز حالا بازار باز نشده. فردا دوشنبه هستش، بازار باز میشه. 2 تا خبر مهم روی یورو یو اس دی داریم، یه دونه ساعت 1:12، یکی هم ساعت 12. این خبرها جهت این بازار رو به ما نشون میده و هر حالا پوزیشنی که من بتونم پیدا بکنم که خودم بخوام ورود کنم حتما توی استوریا خدمت شما میذارم.